خونم رو اکسسوری خریدم. من فقط برم اونجا تا هفته اول هستم. خودم از اینجا پرت می‌کنم. من نمیدونم چرا باربی خریدم. کفش باهاش ست کردم. ببین یعنی واقعا کسی اصلا اندازه من پیدا نمی‌کنه اونجا. یه دونه لباس دیگه است. اونو میپوشم 100% میپوشم و میدونم که همه‌تون بهم هیچ چیزی ولی من میپوشم چون پول دارم بابتش. واسه آرام بخش گرفتم چون که میدونم کل زندگی به فنا میره. یه دونه تراپیست قراره باشه صحبت کنم چون کل مدت برنامه با هم دیگه در ارتباط باشیم. یعنی واقعا احساس می‌کنم دارم میرم اسکوتری. و اگه اونجا موهام شپش زد یه احیانا یا مثلا چه می‌دونم شوره سر در اومد لطفاً تو ویدیوها در اومد بدونید که از این دو تاست پس میدونم که به خاطر موجه هم قراره 20 بشم تو یه سریال دوست ندارم موجه بلند این که چشه ببرم اونجا که همش چشام برای خودم باشه اونجا مثل اینکه خیلی گرم زنگ بزنن خون کار بیاد خاطر همین تصمیم گرفتم خودم خیلی کوتاه بکارم و که همه میشن گرفتم که اگه روش کرد این زیر یکم داشته کنم خیلی پابنده چشم سخت داره روش که چشم نخوریم با کارتون عزیزم قبول فصل